سلام رفقای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میریم برای انجام یک فرند مچ خفن با علیرضا بیستی. امیدوارم که بازی خفنی بشه. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دمتون گرم. خب آقا ممل، مرسی که تشریف آوردی. بریم یه بازی خوب و دیدنی با ممل ببینیم. امیدوارم که یه بازی خوب و دیدنی بشه. امیدوارم شما لذتشو ببرین تا آخر ویدیو. لایک و ساب هم فراموش نکنید. بریم اکانت ممل هم ببینیم. اکانت ممل مثل همیشه عالی، واقعا عالیه اکانتش مثل همیشه. خب اینم که اکانت ممل هست. بریم واسه ادامه بازی. امیدوارم که بازی قشنگ، دیدنی و جذابو ببینیم با آقا ممل گل. بچه‌ها حتما کانال ممل هم ساب کنین، لایک ویدیوهاش هم ببینین، واقعا ویدیوهای خفنی میذاره آقا ممل گل. خب بریم با آقا ممل بازی کنیم. امیدوارم که واقعا بازی خوب باشه بدون هیچ دردسر ای. بازیکن‌ها تو زمین اومدن. آقا توپ دست ما، بریم واسه بازی رو شروع کنیم. توپ در دستان ما قرار داره. ممل توپ ازمون گرفت. خب اولای واقعا بچه ممل هم بازیش خیلی خوبه. خب مسی، فوق این مسی دهن سرویسه، خیلی خوب میزنه مسی. وای چه گلی خوردم آقا. دقایق اول بازی آقا ممل گل با یه گل خیلی خفن به ما گل زد. بریم در ادامه بازی ببینیم چه اتفاقاتی میفته. دقایق اول ما گل رو دریافت کردیم با یه بلیتس خیلی خفن. خب توپه که دست ما هست هنوز. یه لحظه لگ شد بازی بچه‌ها، نمیدونم چرا لگ یکم بازی. خب حالا درست میشه. فکر کنم که بله درست میشه بازی. توپ دست ممل، حمله ممل از سمت چپ و توپشو گرفتیم. برو پاس. متاسفانه چرا اینجوری کرد؟ یه لحظه گوشیمو کلا گیر کرد تو بازی، نمیدونم چی شد. یه لحظه یه گوشی گیر کرد، نمیدونم چرا. ولی خب بریم واسه ادامه بازی. مسی، حالا یه حمله داریم، برو جان خودت بزن. واو خیلی علاف کرد. همون لحظه به نظر من پاسو میدادم. اون اولی اگه پاسو داده بودم به نظر من گل زده بودیم. خب تو دست ما. اوه چه پاسی بیرون پای میدهید و رومینیگه توی دروازه. رومینیگه گل اول ما رو به ثمر میرسونه. خیلی واقعا پاس خوشگل بود، مثلا پاس محشر و رومینیگه‌ای که بدون هیچ چیزی در سری توپه رو به گل تبدیل کرد. خب ببینیم در این واکنش ممل چه واکنش بهمون نشون میده. بیلینگام امباپه چقدر زود، واقعا چقدر زود گل خوردیم. واقعا این امباپه بیگ تایم خیلی خوبه. دستمون اوه آقا ممل گل خیلی خطای بد رو پای ما انجام داد و کارت زردم که داور بهش داد. این سانتا هم که بی ثمر در دستان دروازه‌بون قرار میگیره. توپ دست ما، باز توپو قطع میکنه آقا ممل. تو دفاع توپو سریع قطع کرد. یه اشتباه ممل. توپ دست ما هست. پاس. این دیگه گله. این گله. یا خدا چه سیوی میکنه دروازه‌بون. چه سیو خفنی واقعا انجام داد. بی‌نظیر بود این سیو. متاسفانه گل نشد ولی خب اشکالی نداره. توپ دست ما هست هنوز. رومینیگه
بزنین دیگه این گله. خدای من چه بازی شده و باز دروازه‌بون چقدر خوشگل توپو در آورد. آخرش هم که توپ پای ما خورد و بیرون رفت. توپ رو سری قطع کردیم، توپ دست ما و محمد هم توپ ما رو قطع میکنه. یه حمله امباپه و چی شده؟ خطا کارت وای دیگه چرا کارت زرد؟ اصلا خطا بی‌معنی. چجور خطا اصلا خیلی چی نشد که بگم. من توپشو گرفتم، چجور خطا گرفت داور؟ خب اشکال نداره. مسی وای در برگشت. وای اول تیر دروازه و بعد خورد تو دست دروازه‌بون و به کورنر رفت. بازم اونجا هم توپ دومی هم به تیرک هم خورد رفت بیرون. شانس آوردیم گل سومو نخوردیم. یه سانت خفن بود این سانت، اما توپ دست ما هنوز زد. مسی یه بلیتس دیگه. وای این بار الیور کانه که میگیره توپ رو. یه حمله و شوت پایان نیمه اول به صدا در میاد. شوت پایان نیمه اول ممر گل 2 علیرضا بیسی 1 که خود من. بچه‌ها حتما لایک ساب فالو فراموش نکنید، خیلی ویدیوهای خفنی داریم. حتما کانال رو ساب کنین و لایک هم بزنید، زنگوله هم فعال کنید. خب بریم واسه نیمه دوم. یه فرستادن عالی رونالدو. وای خیلی خوب توپو قطع کرد دفاع. چه بود دیگه؟ من پاس دادم باز دستم رفت رو شوت. ای بابا مال مسی آنکارا مسی آنکارا مسی. خدا وکیل این مسی خیلی خوب میره جلو. ممل باش واقعا با مسی داره خیلی خوب بازی میکنه. به دست در خود ممل هست. توپشو گرفتیم. یه حمله دیگه و نه پاس متاسفانه اگه میرسید دوباره یه موقعیت خطرناک دیگه. رسیدیم به دقایق 63 بازی، هنوز 2-1. امباپه یه دور خفن و دمت گرم الیور کان. مرسی الیور کان. این موقعیت واقعا خوب گرفت این بار. چه خفن توپو در آورد الیور کان. بریم یه چند تعویض کنیم. دروگبا رو بیاریم جای رومینیگه. به نظر من دروگبا رو جای بله همون رومینیگه بیرونش کنیم که بهتر به نظر من. بریم واسه ادامه بازی. توپ دست ممل. ببینیم با این توپ چی کار میکنه. بیلینگام یه پاس. مسی یه دور اما توپ به شما قطع کردیم. کرایوف یه پاس هوایی اما بی دقت. متاسفانه توپ در دستان دروازه‌بون قرار میگیره. بیلینگام دوباره توپشو قطع کردیم. یه پاس دیگه. بده پاسو. کرایوف بزن. یا خدا چرا اینجوری شد باز؟ وای لعنت بهت کرایوف، چجور این توپو هدر دادی؟ دروگبا یه چرخش و چه خطایی ممل انجام میده پشت محوطه دقایق 73. شاید اگر این پاس رسیده بود ما گل رو زده بودیم. شاید اگه این پاس دروگبا رسیده بود ما گل مساوی رو زده بودیم. خب دیگه خطا کرد. کنم ممل میخواد تعویض انجام بده. تعویض که انجام داده. وینیسیوس جای نیمار اومده. زیکو هم اومده بود تو. خب ممل ردی کرده، ما هم ردی کنیم. کرایف این خطا رو کرایف گل کن. جان خودت این خطا رو گل کن کرایف. دقیقه 74 بازی. اخ وای بعد زدم. یه لحظه بعد شما اومدم سویچش کنم رو اونورتر. متاسفانه زود دستم
در رفت. خب اشکالی نداره. کرنیل، ببینیم این کرنیل ثمری داره واسه ما یا نه. رونالدو، وای خروج دروازه‌بون واقعا عالی بود. بیلینگام، یه پاس دیگه، یا خدا بیلینگام یه ترس دادیم دروازه‌بون. بله گل سوم هم دریافت میکنیم از بیلینگام، از سمت چپ حمله کرد و یه پاس به امباپه و تموم. گل سوم هم ما خوردیم. دیگه فکر نکنم زمانی باشه که ما دوتا بزنیم تو این زمان. این همه وقت ما گل نزدیم دیگه. حالا تو 10 دقیقه پایانی دروگبا، جان خودت کرایف، این یکی رو ده خراب نکن. وای دور بعد بود یه شوت. وای واقعا گلر محمل خیلی خوبه، خیلی خوب داره میگیره توپا رو. واقعا این توپا عالی داره میگیره. حمله دیگه. وای باز متاسفانه توپه رو گرفت دروگبا. یه شوت دیگه و باز نه، باز این یکی هم گل نمیشه. وای چرا سانتوس سر رو نزد؟ یه لحظه اصلا کلن ولش کرد توپه رو. چی بگم والا. یه پاس و توی دروازه. بالاخره گل دوم ما میزنیم به من، ولی متاسفانه دقیقه 90 بازی دیگه فکر نمی کنم زمانی بمونه که ما گل بعدی هم بزنیم. 4 دقیقه هم که وقت اضافه داد، متاسفانه زمانی فکر نکنم بمونه. یه پاس دیگه بلینگام. وو یه لحظه گفتم گل بعدی هم خوردیم. چه خطرناک. چرا یه لحظه توپه رو ول کردن دفاع من. زیکو یه چرخش خیلی خفن. یا خدا چه جور بیلیتسو چقدر خوب زد. متاسفانه شوت پایان بازی هم به صدا در میاد. بچه‌ها لایک ساب فالو فراموش نکنین. کانال ما حتما ساب کنین. ویدیوهای خیلی خفن داریم. خداحافظ و خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.